down with the greatness, gotta take time, pose out on a bait thing, on a date night, they try to imitate mine, that's a hate crime, bros in the can, throwing hands, that's a teach. سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدید به یه سری از ویدیوهای آموزشی از پیج وسال انگلیش. من سینا وسالی هستم، استاد دانشگاه، مدرس و مترجم زبان انگلیسی. سپاسگزارم از اینکه پیج منو همراهی میکنید. تو این ویدیو قصد داریم با هم یه حرکت جدید بزنیم و بپردازیم به یک قسمتی از دنیای هیپ هاپ و رپ که کمتر کسی بهش توجه میکنه و آنالیزش میکنه. و توی این اپیزود قصد داریم با هم راجع به آخرین سفارش جواهر سنترال سی، رپر بریتانیایی، با هم صحبت کنیم که احتمالاً سنترال سی رو همتون از آهنگ How Can I Be Homophobic My Bitch Is Gay میشناسید. خب آخرین آلبوم سنترال سی اسمش از Can't Rush Greatness که چند ماه پیش منتشر شد. اگر بخوام یه ترجمه خیلی روون و ساده بخوایم بهتون بدیم، میشه اینکه شما برای موفقیت نباید زیاد عجله کنید و باید بذارید توی تایم خودش هر چیزی رو به دست بیارید. البته ما توی فارسی ضرب المثل قدیمی هم داریم که میتونه خیلی جایگزین مناسبی برای این باشه و اون هم هست گر صبر کنی ظهور حلوا سازی. ولی خب ما قرار بود توی این ویدیو راجع به جواهرات یا اون گردنبند و انگشترهایی که رپرها میخرن که معمولا همشون پر از الماس هستن صحبت کنیم. آخرین ست انگشتری که سنترال سی سفارش داده از ای جولرز بوده. ای جولر یکی از جواهرسازهای خیلی معروف بریتانیایی بوده و 8 انگشتر برای سنترال سی طراحی و تولید کرده که اسم آلبوم رو یدک میکشه. Can't Rush، فقط 2 کلمه از 3 کلمه آلبوم Can't Rush و Greatness رو جای خالی گذاشته که شما توی ویدیوهای توی این قسمت میتونید اینا رو ببینید که من براتون عکساشو میذارم. ولی نکته قابل توجه این آلبوم و این جواهرها این بود که اگه دقت کنید از چپ به راست Can't Rush، اولین حرف ما حرف سی انگلیسی هست که یه انگشتر خیلی ساده که هیچ الماسی نداره و سنترال سی اومده داخل این انگشتر رو سیاه پر کرده که نشون دهنده اون شروعش بوده، اون تایمی بوده که استارت این کار رو زده، تنها بوده، سرمایه زیادی نداشته یا به اصطلاح خود اون دارک تایم رو داشته و هرچی از سمت چپ و به سمت راست میریم و هر کدوم از این حرفایی کنار هم دیگه میشینن، تیکه های الماس و دونه های الماس توی این انگشتر رو بیشتر و بیشتر میشه. البته ما توی 4 انگشتر اول که کنت رو داریم، حتی خود واژه کنت هم یعنی نتونستن، اگر بخوای تحت لفظی جدا معنیش کنی یه معنی دارک و سیاهی داره و اون المان دارک بودن و سیاه بودن رو توی این انگشترها نشون داده و ما هرچی به سمت راش اون 4 دومی میریم تعداد الماس‌ها بیشتر میشن، دیزاین کاملتر میشه و اون حس لوکس بودن و موفق بودن و اون پولدار بودن بیشتر القا میشه به خود سنترال سی یا به شما که دارین اون عکس رو میبینید. سپاسگزارم از اینکه منو همراهی میکنید. شیر، سابسکرایب و لایک کنید. خدا نگهدار. Slow down with the greatness, gotta take time, pose out on a bait thing, on a date night, they try to imitate mine, that's a hate crime, bros in the can.